الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان عزیز و برادران نهایت گرامی، و امروز از سلسله درس های ما که اعلان شده از ماهیت دولت اسلامی که با دو مرحله و با دو دفعه آن را شرح دادیم، و امروز با یاری الله سبحانه و تعالی قسم دوم درس ما که آن صفات خوارج، آنه که در نصوص یعنی با قرآن و سنت و با اقوال علمای سلف چگونه صفتهایشان و اصولشان را و عقیدهشان را بیان کرده شده است، برای شما عزیزان شرح و توضیح داده می شود، تا اینکه ما از خوارج حقیقی، آنه که قرآن و سنت و اقوال صحابه و تابعین و محدثین و فقها و مفسرین در این بابت وارد شده است، تا اینکه آن را بشنویم و از حقیقتشان باخبر شویم، و بعد از آن در مرحله سوم قضاوت کنیم، واقعیت دولت اسلامی را به پیش آوریم، عمل کرد و عقیده و منهج آنان را مقایسه کنیم، و بعدا انشاء الله که برای شخصی که با حجت بیان مسئله لازم بود، انشاء الله که خود قضاوت خواهد کرد. لذا امروز درس ما از دو قسم عبارت است. قسم اول عقیده دولت اسلامی، عقیده و منهج دولت اسلامی، آنه که در تمام ولایت های دولت اسلامی منتشر شده است، با طریق رساله و با طریق صوتی و با طریق نواری و غیرها. آن عقیده ای که چاپخانه های دولت اسلامی از جمله مکتبة الهمه، چاپخانه و کتابخانه الهمه تابع دولت اسلامی، در این بابت نه اینکه صدها، نه اینکه صد هزارها، بلکه میلیون ها حتی برای مردم هم و از طریق اینترنت هم برای شخصانی که در خارج دولت اسلامی هستند پهن کردند و نشر کردند، تا اینکه مردم با خبر شوند که عقیده دولت اسلامی و منهجش چگونه است. آیا عقیده دولت اسلامی با عقیده اهل سنت و الجماعت عقیدتا و منهجا موافق است یا نه؟ لذا ما یک رساله خرده که عقیده دولت اسلامی را مفصلا در آنجا بیان میکند، با طریق اختصار مختصرا انشاءالله که برای شما شرح و توضیح میدهیم، تا اینکه کسی بیخبر نماند و
خود را معذور نگیرد و نگوید که من از عقیده دولت اسلامی بیخبرم. و همچنین برای آن شخصانی که نسبت عقیده دولت اسلامی و منهجش شک و تردید دارند و تهمت های را پیوست میکنند نسبت دولت اسلامی، با اصل عقیده که دولت اسلامی نشر میکند و آن عقیده را در خود جای کردند و با آن عقیده خود را موصوف میدانند، پس چی؟ پس باید اینکه با خبر باشیم. پس رساله که همگان میتواند دریافت کند آنکه هذه عقیدتنا و هذا منهجنا، این عقیده ما است و این منهج ما است که طبعت في مطابع الدولة الإسلامية، در چاپخانه های دولت اسلامی چاپ کرده شده است. لذا این یک امر مهم است که باید بدانیم و از عقیده دولت اسلامی با خبر باشیم، از زبان خود دولت اسلامی و از چاپخانه و کتابخانه و از نشریات رسمی خود دولت اسلامی خود را با خبر کنیم. لذا این رساله خرد که در اینجا میگوید فإننا نؤمن أن الله تعالى جل في علاه لا إله غيره ولا نعبد بحق ولا معبود بحق سواه، مثبتين له سبحانه ما أثبتته كلمة التوحيد نافين عنه الشرك والتنديد، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن هذه هي أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، من قالها والتزم شروطها وأدى حقها فهو مسلم، ومن لم يأت بشروطها أو ارتكب أحد نواقضها فهو كافر وإن ادعى أنه مسلم. نقطه اول، عقیده دولت اسلامی و منهجش این است که میگویند که ما، یعنی اینجا ما در نظر مسئولین اساسی دولت و هیئت شرعی و قاضیان و مفتیان دولت اسلامی این عقیده را دارند. لذا میگویند ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی که غیر از او دیگر معبودی بر حق نیست، او پروردگاری که شریک ندارد، ما اثبات میکنیم برای الله سبحانه و تعالی آنچه که برای خود اثبات کرده است، یعنی آن صفات هایی که الله برای خود اثبات کرده است ما را اثبات میکنیم و آنچه که اثبات میکنیم خاصتا از کلمه توحید، آنچه که اثبات کرده از کلمه توحید ما را اثبات میکنیم، یعنی اعتراف میکنیم و عقیده داریم و از الله شرک را نفی میکنیم، شرک و تمدید را از الله نفی میکنیم و شهادت میدهیم که نیست معبودی بر حق مگر الله و او یگانه است و شریک ندارد و کلمه توحید این اول دین است و آخر و ظاهر و باطنش است. پس کسی که کلمه شهادتین را تلفظ کرد و التزام ورزید شرط های کلمه لا اله الا الله را، یعنی شرط های لا اله الا الله را عمل کرد و حقش را ادا کرد، پس او مسلم است در نزد ما، پس او مسلمان است. و کسی که شرط های لا اله الا الله را ادا نکرد و مرتکب شد به یکی از شکنندگان اسلام، به یکی از شکننده های اسلام، از نواقض الاسلام گرفتار شد و شرط های لا اله الا الله را ادا نکرد و بعد از آن چه به شکننده اسلام گرفتار شد، عمل های ردت که باعث مرتد شدن انسان می شود. کسی گرفتار شد
او کافر است و اگرچه او خود را دعوا کند که او مسلمان است. در نقطه دوم میگویند و نؤمن ان الله تعالی هو الخالق المدبر له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير ولا نلحد في أسمائه تعالى ولا في صفاته سبحانه ونثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی خالق است، او مدبر است، اداره کننده جهان است، از آن اوست ملک و از آن اوست حمد و شکر. او الله به همه چیز قادر است، او اول است و آخر است، او ظاهر است و باطن است، به او چیز مانند نیست. او سمیع و بصیر است، شنوا و بینا است. و در باب نامها و صفتهای الله ما الحاد نمی‌ورزیم، یعنی اینکه نه در صفاتش و نه در نامهایش. ما اثبات میکنیم هر آن نام و صفتی که در قرآن و سنت، هر آن صفتی که از صفتهای الله و هر نامی که از نامهای الله در قرآن و سنت با روایت صحیح البته در سنت نبوی وارد شد، بدون اینکه کیفیت دهیم صفتهای الله را، کیفیت و چگونگی، بدون اینکه مثال آوریم و بدون اینکه تأویل کنیم صفاتهای الله را و بدون اینکه تحریف و تعطیل کنیم، معنای باطل را آورده، معنای حق را از بین بردن و غیره ها را، یعنی دولت اسلامی در اینجا در باب توحید اسماء و صفات، نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بیان کرده ایستاده است که این عقیده اهل سنت و الجماعت است. یعنی نه کیفیت دادن و نه مثال زدن و نه تشبیه کردن و نه تأویل و تعطیل و تحریف. و باز میگویند و نؤمن ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة إنسهم وجنهم يجب اتباعه وتلزم طاعته في جميع ما أمر به وتصديقه والتسليم له في جميع ما أخبر به ونلتزم مقتضى قول الله تعالى فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایمان داریم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به سوی جمیع مردم فرستاده شده است، به سوی انسان و جن، و واجب است پیروی کردن، یعنی فرض است پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و ملتزم بودن در اطاعتش در جمیع آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد و تصدیق کردن آن خبرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از گذشته و حاضره و آینده پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن، آن را تصدیق کردن است و تسلیم شدن در جمیع آنچه که خبر داد و التزام ورزیدن، پابند بودن با آنه که به این آیتی که تقاضا میکند بر مقتضایش التزام ورزیدن که الله در سوره نساء آیه 60 میفرماید قسم به نام پروردگارت ایماندار حسابیده نمی شود، یعنی ایماندار نمی باشند حتی اینکه در وقت نزاع و خلافاتشان توی پیامبر صلی الله علیه وسلم را حکم نگیرند و بعد از آن بر حکمی که تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی
در بین آنها قضاوت کردی، فیصله کردی، در قلبشان از آن حکم اون حرج و ناخوشی نباشد از آنه که قضاوت کردی و تسلیم کامل باشند به حکم الله و رسولش. و این آیت را حجت کرده دولت اسلامی عقیده اش را بیان میکند که این طور عقیده دارند و میگوید ونؤمن بملائكة الله المكرمين وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن حبهم من الإيمان وبغضهم من الكفران. و باز میگویند در نقطه دیگر که و ایمان داریم به ملائکه های الله سبحانه و تعالی که آنها ملائکه های مکرم هستند و آنها معصیت و گناه نمی کنند با آنچه که الله امر کرد و فرمانشان داد و یفعلون ما یؤمرون. همچنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید ملائکه ها اجرا میکنند هر امری که الله سبحانه و تعالی به آنها القا کرده است و هر امری که به آنها فرموده است. و در دوامش میگویند که دوستداری ملائکه از ایمان است و بد دیدن ملائکه از کفر است. و نؤمن بأن القرآن کلام الله تعالی، قرآن سخن الله است. باز عقیده خودشان را در باب قرآن که این موضوع ها را باید دقت دهید که هنگامی که صفات خوارج را ما بیان میکنیم در آنجا مقایسه باید کرد. ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه وأنه صفة من صفات الله تعالى ليس بمخلوق ولهذا وجب تعظيمه ولزم اتباعه وفرض تحكيمه. ایمان داریم که قرآن سخن الله است، با حرفها و معناهایش سخن الله است و سخن الله این صفت از صفاتهای الله است و قرآن مخلوق نیست. قرآن مخلوق نیست بلکه صفت از صفت الله و سخن الله است. از همین لحاظ فرض از تعظیم کردنی بزرگ شماریدن قرآن و فرض از پیروی کردن یا اینکه اجرا کردن فرموده هایش و همچنان فرض گردانیده شد حکم کردن با قوانین قرآن و همچنان حاکمیت کردن با قوانین قرآن فرض گردانیده شد. و بعدا میگویند و نؤمن بانبیاء الله تعالی و رسله اجمعین اولهم آدم و خاتمهم محمد صلی الله علیه و سلم اخوة متحابین بعثوا برسالة توحید رب العالمین. باز عقیده خود را در باب انبیا بیان کرده میگویند که ایمان داریم به انبیای الله و جمیع پیامبر و رسولان. ایمان داریم که اول آنها آدم علیه السلام و خاتم آنها محمد صلی الله علیه و سلم می باشد و البته از لحاظ نبی و از اولین رسول چنانکه که الله در قرآن گفته است این حضرت نوح علیه السلام است. آنها همه برادر هستند پیامبرها. الانبیاء اخوة و دینهم واحد چنانکه که در روایت صحیح آمده است. پیامبران برادر یعنی اینکه در یک منهج در یک راه آنها فرستاده شدند برای توحید رب العالمین بیان کردنش. و همچنین باز ادامه میدهند و میگویند که و نؤمن ان السنة هي الوحي الثاني وانها مبنية وانها مبينة ومفسرة للقرآن وما صح منها لا نتجاوزه لقول احد كائنا من كان ونتجنب البدع صغيرها وكبيرها. ایمان داریم که سنت یعنی حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم این وحی دوم است بعد از قرآن و اون قرآن بیان کننده و مفسر قرآن است و مفسر از برای قرآن است
و آن حدیث هایی که صحیح وارد شده است با سخن کسی آن حدیث را ترک نمی کنیم و آن شخص کیه نباشد فرقی ندارد و از بدعت دوری میکنیم. آن بدعتی که خرد است و یا بزرگ، از بدعت خودداری میکنیم، اجتناب میورزیم. و حب نبینا صلی الله علیه و سلم فریضة و قربة و بغضه صلی الله علیه و سلم كفر ونفاق. ولحب نبينا صلى الله عليه وسلم نحب أهل بيته ونوقرهم ولا نغلو فيهم ولا نبهتهم ونترضى عن الصحابة كافة وأنهم كلهم عدول وبغير الخير عنهم لا نقول وحبهم واجب علينا وبغضهم نفاق عندنا ونكف عما شجر بينهم وهم في ذلك متأولون وهم خير القرون. و نیز می فرمایند دوست داشتن ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را فرض است و تقرب به سوی الله است و بد دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر و نفاق است. ما با سبب دوست داشتن ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، اهل بیتشان را احترام میکنیم، ولیکن در حق آنها غلو نمیکنیم، از حد نمیگذاریم. و همچنین راضیگی را در حق صحابه ها بیان میکنیم که الله آنها را راضی باشد، کافتا از جمیع صحابه ها. و همه صحابه ها عدول هستند، یعنی آنها اهل عدل یا اینکه اهل تقوا، آنه که صحابه ها همه صفت عدل را دارند که این یکی از صفت های اساسی صحابه است. و غیر از سخن خیر نسبت آنها چیزی نمیگوییم. و دوست داشتن صحابه واجب است و بد دیدن صحابه نفاق است. و آنه که اختلاف و مشاجره که در بین صحابه ها شد ما از آن خودداری میکنیم و با وجود همین هم آنها با تأویل بودند، با اجتهاد و تأویل بودند و آنها بهترین عصر را سپری کردند، یعنی آنها اهل بهترین عصر بودند. و نؤمن بالقدر خیره و شره كل من الله تعالى وأنه سبحانه له المشيئة العامة والإرادة المطلقة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن للعباد اختيار أفعالهم بعد إذن الله، وأن قضاءه وقدره سبحانه لا يخرج عن الرحمة والفضل والعدل. ایمان داریم که به تقدیر نیکی و بدی همش از جانب الله است و الله سبحانه و تعالی مشیت عام، اراده و مشیت عام و مطلق از آن الله است و الله هر چی که خواهد می باشد و اگر هر چی نخواهد نمی باشد. و الله سبحانه و تعالی خلق کننده فعل های بندگان است. افعال بندگان مخلوق است، الله خالقش است و بندگان اختیار دارند برای فعل هایشان، یعنی بعد اذن الله. و قضا و قدر الله سبحانه و تعالی یعنی البته بیرون نیست از رحمت و فضل و عدل پروردگار. ونؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق يعذب الله من استحقه إن شاء، وإن شاء عفى عنه. ونؤمن بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. و همچنین ایمان داریم بر اینکه عذاب قبر و نعمتش، عذاب و نعمت قبر حق است. الله کسی را خواهد، آنه که مستحق عذاب است، خواهد عذاب میکند اگر خواهد، و ان شاء عفا عنه، و اگر خواهد عفو میکند. و ایمان داریم که به مسئله منکر و نکیر، آنه که با حدیث های صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده است و آنه که در آیت آمده است، و همچنین و نؤمن بالبعث بعد الموت و بالیوم الآخر و نؤمن بعرض الأعمال والعباد على الله تعالى ونؤمن بيوم الحساب والميزان والحوض والصراط وأن الجنة حق والنار حق. و ایمان داریم با دوباره بازگشتن انسانها بعد از موتشان در روز قیامت. و ایمان داریم همچنین که در روز قیامت اعمال بندگان عرضه می شود، حساب و کتاب می شوند. و ایمان داریم که روز قیامت و ترازو و حوض کوثر و پل صراط و همچنین جنت و دوزخ حق است. و نؤمن بأشراط الساعة ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعظم فتنة منذ خلق الله آدم وحتى تقوم الساعة هي فتنة المسيح الدجال. ونؤمن بنزول عيسى عليه السلام